به واندر کافه خوش اومدید. امروز قراره با هم 10 حقیقت عجیب و جالب درباره مغز و انسان رو مرور کنیم. همون اندامی که داره همین الان این ویدیو رو تحلیل میکنه. مغز شما در حالت استراحت هم حدود 20 وات برق تولید میکنه. یعنی میتونه یک لامپ کوچک رو روشن کنه. فکت دوم، خود مغز هیچ گیرنده دردی نداره. یعنی اگر مستقیم به مغز دست بزنی درد حس نمیکنه. فکت سوم، 80% مغز از آبه. برای همین کم آبی تمرکز و حافظت رو ضعیف میکنه. فکت چهارم، مغز میتونه اطلاعات رو با سرعتی بیش از 430 کیلومتر در ساعت منتقل کنه. سریعتر از یک ماشین مسابقه. فکت پنجم، مغز موقع خواب حتی از بیداری هم فعالتره. همون موقع که رویا میبینی و خاطرها ثبت میشن. فکت ششم، مغز انسان حدود 86 میلیارد نورون داره. بیش از تعداد ستاره های کهکشان راه شیری. فکت هفتم، مغز کنترل تنفس بینی رو هر چند دقیقه بین نیمکره راست و چپ جابجا میکنه. فکت هشتم، این افسانه است که فقط از نیمکره چپ یا راست استفاده میکنیم. در واقع هر دو نیمکره همیشه با هم در حال فعالیت هستند. فکت نهم، در شرایط بحرانی بدن ممکن است از سلولهای مغز به عنوان منبع انرژی استفاده کنه. فکت دهم، مغز توانایی بازسازی خودش رو داره. بهش میگن نوروپلاستیسیتی، یعنی میتونه راههای جدیدی برای فکر کردن و یادگیری پیدا کنه. مغز تو شگفت‌انگیزتر از چیزیه که فکر میکنی. اگر دوست داشتی حتما ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و به بقیه هم معرفی کن. تا قسمت بعدی شگفت زده بمان.